صحابه و بعضی از شخصیت ها در دنیا که راه می رفتن، پیامبر بهشون می گفت این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه، این بهشتیه. از جمله کسانی که پیامبر اشاره کرد بهش گفت این بهشتیه، حضرت بلال رضی الله عنه، برده‌ای که خرید و فروش می شد. کی جرأت میکنه بگه که عرق بلال ترش بوده، بلال بدبو بوده؟ پیامبر بهش گفته بهشتی. ما هم میتونیم با اعمال بهشتیان، با نیت بهشتیان، با افکار بهشتیان، با رفتار بهشتیان، با تواضع بهشتیان، با محبت بهشتیان، با پاکی بهشتیان، با طهارت بهشتیان بهشتی باشیم. چرکا رو بریزیم بیرون، خودمون رو راحت بکنیم. تحقیقات نشون داده درصد سکته، چه سکته قلبی و چه ایست مغزی و چه سکته پوستی، سکته پوستی هم داریم که منجر میشه به همین بیماری های پوستی. میگه در کسانی بیشتره که حب انتقام دارن و شب با کینه ها میخوابن، نمیتونن خودشون رو خلاص بکنن. میگن اگر کسی بتونه گذشت بکنه و حب انتقام از دلش دور بکنه، هیچ موقع در عمرش سکته نمیکنه. معمولا کسی سکته میکنه اون خودش راحت کرده دیگه. کسی که خودخوری میکنه، اسلام چقدر تأکید کرده بر گذشت، گفته حتی اگر قاتل عمد بچت باشه، و ان تعفو خیر لکم، اگه گذشت بکنی خدا میگه خیره برای تو. حالا چقدر خیره، چه خیریه فقط خودش میدونه. و ان تعفو خیر لکم. اینا رو بریزیم دور. اگر قرار بود کسی انتقام بگیره، رسول الله صلی الله علیه و سلم باید از ابو سفیان انتقام میگرفت، از اهل مکه انتقام میگرفت، از هند انتقام میگرفت. هند جگرخوار که 21 سال مبارزه کردن و جگر حمزه رو به دندان گرفت و حمزه رو مسله کرد، ولی پیامبر صلی الله علیه و سلم در فتح مکه گفت کسی که به خانه ابو سفیان پناهنده بشه در امانه. هیچ موقع پیامبر بزرگی رو در زمانی که در جاهلیت بود بعد از اینکه قدرت گرفت ذلیل نکرد، حتی اگر بر دینش هم نبوده. پیشنهاد اسلام بهش داد، ولی قبل از اینکه اسلام بیاره ابو سفیان گفت هر کسی به خانه ابو سفیان هم پناهنده شد در امانه. هر کسی به خانه خودش پناهنده شد در قفل کرد در امانه. هر کسی به مسجد الحرام پناهنده شد در امانه. مگر کسی که بهشتیه حب انتقام در دلش هست؟ میخواد همه رو بهشتی بکنه. میخواد همه رو بهشتی بکنه. گفت همه تون برید که همه تون آزادید. اذهبوا فانتم طلقاء. هند برو. نگو مسلمانم بشو. این شمشیر رو گردنت یا بگو لا اله الا الله یا رگت شریان تو قطع میکنم. و ابو سفیان نگفت که یا بگو این شمشیر رو گذاشتم گردنت یا بگو لا اله الا الله یا قطعش میکنم. پیامبر صلی الله علیه و سلم کسی بود که دوست نداشت خودش تنها به بهشت بره. با اینو بهشت مال خودشه، خود فردوس مال خودشه.
مقامی که پیامبر داره صلی الله علیه و سلم جبرائیل نداشته. بلغ العلا به کماله کشفت دجا به جماله حسنت جمیع خصاله و رفعنا لک ذکرک. به جای رسید که جبرائیل توقف کرد. 7 معراج جبرائیل رفت همراه پیامبر، تو 3 معراج باقی مانده توقف کرد، گفت که اگه یک ذره جلوتر بیام نور خداوندی بال و پرمو میسوزونه، خود تنها برو. به سدرة المنتهی و عرش خدا و مقام قلم دیگه هر ستا خودش رفت. محمد صلی الله علیه وسلم اونقدر صلح طلب بود و دنبال دوستی بود و محبتش خالص بود و توصیه هاش همش منشأش خیر و برکت و مهربانی و رحمت و رأفت و شفقت بود و دوست نداشت خودش تنها به بهشت بره، به سعادت برسه. دوست داشت که کل امتشو در بهشت همراهش ببینه. مگر ما امت اون نیستیم؟ چرا ما راضی میشیم که برادران و خواهرانمون بسوزن، برباد برد سرمایه هاشون،